خداوند فرمود: ای ابلیس، چرا با سجده کنندگان نیستی؟ گفت: من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده است آفریده‌ای سجده نخواهم کرد. فرمود: از صف فرشتگان بیرون رو که رانده شده ای از درگاه ما و لعنت و دوری از رحمت حق تا روز قیامت بر تو خواهد بود. گفت: پروردگارا، مرا تا روز رستاخیز مهلت ده و زنده بگذار. فرمود: تو از مهلت یافتگانی، اما نه تا روز رستاخیز، بلکه تا روز و وقت معینی. گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی، من نعمتهای مادی را در زمین در نظر آنها زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان